سلام خوبی سلامتی سلامت بشی زنده بشی. شکر الحمدلله. نه برفتم به بازار. نه خوار آخه برفتم بازار کمی سودا مودا چیزی بسونه ما این به خیر خوشی سلامتی مسافرت بریم. وای انشالله. نه به می چهار طرف افغانستان دیگه مثل کابل و مزار و هندار و ایبری بر ای ولایت ها ما این بریم بگردیم. نه بابا این دفعه خواه ما موتر بونی ما بکنم ما پشت اشترینگ میشینم با سکو که چی رقم موتر بونی کنم با قرآن مگر سامیر بگیرم. هر دفعه میرو خودی میگه شل شهید شدم بمردم کمر به دردم پا به دردم این دفعه خودم ما بشینم. نه اشتیاد ندارم و من یاد دار نه من گاهی وقتی بعضا شما که بیرون بشیم به خونه شیشتی یک دم میگه وقت بره فلانا جا یا به خونه خوار میریم به خونه قوی مخیشای میریم برگشتنی میگه بیا بشی پشت اشترین ها دیگه خوار دیگه نه حالا گفتم برو کمک سودا مودا چیز میزی بستونه بیاره که به خیر خوشی ساگ مگاه خو که همه بسته کردم همه تیه کرده میریم همی 10-12 روزه بخیر ها دیگه همی چند روزه ایده میریم میبری بعد دیگه بچه هم همه رخصتم بیکارم دیگه میریم میبری بعد میگردی ها به خیر خوشی سلامتی دیگه. خانم علی دعا را بستونه بفهمید گلی دلبدی و چی یعنی اینا را روی ساک بکشتم. خوب خیر بینیم باشه خواه کی بوده؟ برو خداحافظ دیگه خداحافظ. کی بود؟ خداحافظ که کار دارم. خوار به ایشکی سلام میگفت. خیلیت بود؟ خیلی زنگ زدم خداحافظی کردم دیگه. بابا فقط تم میری به آلمان یا به جرمنی میریم خیلی تو یا به افغانستان کابل بس خلاص به موبایل هم تر رو هم هست نمیتونی سی زنگ زنی. دیگه بس بخیم کار ما رو خوراماده کتر لا بخی که زودتره. باشه ساکار که بسته کردم دیگه. ساکار بسته کردی دیگه کاری نداری؟ نه هیچ کاری ندارم. غیر همین دوای کاری سونی اینو تا ساکار کنم. خب نون تا را بگیریم یا نه؟ چی رقم کنم؟ کمی ماست و چیز بیدیش تو. ماست و سبزی خوردن داریم سجاتا تخم مرغ هم گوشت رو تا بعضی را میخوری بعضی را خلاص شد ما میخریم خب. خب من گفتم اگر میشد اگر بازار اینجا مرغ سوخری چیزی میتونی غذا تر را مزه نداره زن اطلاع ما خوش نداره. اینه پخته میکردی که چی بیتر بود. خب ما این پیکنیک و دیگ و ظرف و کاسه ببرم. نه خب 100% وردار 100% وردار پیکنیک و خده دیگ بخار و اینا رو وردار که حتی بین را خیلی تو بخیر شوربا تیار کنه. خوبه همه ویدیش تو. روز تو پچاش میشه زن زودتره. آنی جام کردم دیگه وقت زمشون با میه خونی بهتر کنیم دیگه. یا دیگه دست بزن. بیا زن دیگه چیزی نمونده باشه من هم استاد با پایان رو بچنیم. من هم بیتیش تو کنم اینه که بیده بیتیش تو. خاطر چیزی نمونده باشه. میگم من یک گپی دارم برای شما. خب یا تو هست من روزی که ما میخواستیم عروسی کنیم خب بریم قول دادیم گفتیم هر وقت جای خواسته باشیم بریم جا دوری مترونی تو بکنی. خانم جان ما به تو قول بدادم اما سفر ما تو دور و دراز راه هم پرپیچ‌خم تو خسته میکنه قرار بم سید دنبال بشی استراحت کن دیگه چی می؟ نه عزیزم مهم نیه که دوره من باید به تو ثابت کنم که من یک موتربان خوبیم با دست سفربان خوبی هم دارم. خب جانمه راه خیلی دوره راه بیره باره موترها کلون سرک خرابه تو خسته میکنه. نمیکنه خسته هر رقمایی باشه باید موتربانی خودم بکنم. یعنی تو مرد تو یک لنگ داره تو بیا برو بشی پشت اشترین که ما در رو کنم. در رو کنم. ایوه هیزم شهر شروع خدایا وای نیمه مکمه همونه پا یعنی خیلی کار میکنه شما بتکا اشتنه دمی که به تو میگم موترونی سخته میگی نه ما باید به تو ثابت کنم که من چون یک موتروان خوبم دست فرمان خوبی دارم. چی رقمه؟ ثابت کردم دیگه. چی رقم بود؟ خب پس چرا زمین ندی؟ خب پاهامه به درد بده دیگه.
خب من به تو بگفتم که زن این سرکا خرابه، مگر یک سر پاتو بالا کلک بالا برک بالا کلک بالا برک، اره این آدم خسته میکنه مونده میکنه. به تو نگفتم را کپرک داره، بعضی جا سرک شکستی موتر مگر بریک کنی، بعضی موتر راه میفته که با بریک کن، راه میفته با بریک کن. خب به تو بگفتم که تو مونده میکنه. خدا شر شدم، یعنی خیلی کار میکنی تو. اشتنه قرآن خیلی کار میکنی. دمی که به تو میام میگم موندیم چیه دیگه، با پشت اشترینگ موتر شیشتی تیپ هم روشنه، ساعت تو تیره، ما موندیم. خوب شد که بفهمیدی که موترونی هم این آدم را دست پا از همه چی میندازن. واقعا راست. یعنی دیگه هم به خیر به سفر دیگه تازنده باشم. نه بابا سلام است سلام. دیگه تازنده باشم. من بعد کنم که پشت اشترینگ دیگه بشینم. نه به من کمرم، نه به من پامون، هیچی نمون. نه زن نمیشه. حالی که گفتی به من قول دادی به تو قول دادم، از این بعد تو هم خونه مادرتم بریم یک طرف تو موترونی کو یک طرف من. نه دیگه راه ندارم. من بعد کدو گفتم من موترونی یاد دارم. دیگه به من هر جا رفتی موترونی بر خود شما بکنی. من دیگه بیزارم. نه به من کمر مونده، نه شونه به من مونده، نه پا من به قرآن بسته جون به درد میکنی. من غلط کردم، خدا فشت خدا که من یاد ندارم هیچ کاری. نه زن راه نداره. ما به تو قول دادم، من مردیم به سر لبز خستادیم. از این بعد به هر جا رفتیم، مسافرت رفتیم، یک طرف تو موترونی میکنی یک طرف من. اگه به داخل شهر بودیم یک طرف تو موترونی میکنی یک طرف من. از این بعد دیگه تو آشپزی یک روز تو آشپزی کو یک روز ما آشپزی میکنم. نه این گپ نزنی. من همو آشپزی خو میکنم، شما رانندگی خو بکنی. این گپا نیه. چری؟ آخ ما به تو قول دادم. نه تو موترونی خوش دارم. من بیزدار خوش ندارم دیگه بیزدارم دست فرمون خوبی هم ندارم. فقط آشپزی مال من باشه، رانندگی هم مال شما. قوله که یعنی دیگه با کار مدخالت نه. اصلا من دیگه با کار شما کار ندارم. اگه دیگه من گفتم که شما دست فرمون شما خرابه یا این موترونی میکنه یا اوته، هیچ چی فقط پس از این بعد ما موترونی شما گوش کن، من موترونی خو میکنم تو آشپزی خور بکنی باشه. خب به شرطی که شما با آشپزی مغز هیرات نگیری. اغزه نگین که دیگ شوره، دیگ بینمکه، دیگ مچم ایتونه، دیگ اوتونه. قول زن خوبه. دیگه ما با آشپزی تو دخالت نمیکنم، تو هم با موترونی دخالت نمیکنی. صحیحه؟ قوله قول مردانه. قول مردانه. صحیح.